حمد و سپاس و ستایش مر الله مربی عالمیان راست و درود و رحمت بی پایان بر محمد صلی الله علیه و سلم. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران گرامی، این لحظه می خواهم درباره اون چیز صحبت بکنم که برای هر یک مسلمان دانستنش ضرور است. این هم هست لحظه های رضای الله، لحظه های گوارا، لحظه های سعادتمندی. الله متعال در قرآن عظیم الشأن می فرماید بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. الله متعال در این آیه کریمه در اول سوره مؤمنون می فرماید به تحقیق نجات یافتند، به تحقیق رستگار شدند، در حقیقت خوشبخت شدند که ها مؤمنان، همون مؤمنانی که در نماز ترس الله دارند، در داخل نماز با دلشان از الله می ترسند. و دوم گفت والذین هم عن اللغو معرضون، و به تحقیق نجات یافتند، در حقیقت رستگار شدند اون مؤمنانی که خودشان را از لغو، از لهو، از باطل، از سخنان باطل، از رفتارهای باطل، از تماشای فیلمهای لغو بیهوده، از تماشای برنامه‌های هجوی دور میگیرند. در اینجا الله متعال 8 صنف ذکر کرد و در آخر میآید میگد اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون. میگد آنها هستند که میراثبران جنت الفردوس هستند، آنها هستند که جنت الفردوس میراث میبرند و آنها در اون جنت همیشگی باقی میمانند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند اگر شما از الله جنت میخواهید جنت الفردوس طلب کنید، به خاطری که بهترین و بالاترین جنت است. به همین خاطر در دیگر آیه الله متعال میفرماید الا بذکر الله تطمئن القلوب، آگاه باشید به ذکر الله دلها آرامش می‌یابد. نه به تماشای فیلم‌های بیهوده، نه به تماشای برنامه‌های هجوی، نه به کارهای باطل، نه به بازی‌هایی که وقت‌های خودمان در لغو و بیهودگی می‌گذرانیم. دل انسان هیچ وقت در باطل و بیهودگی آرامش نمی‌یابد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هنگامی که با اصحاب نشسته بودند، مرد نزدشان آمدند و پرسیدند ای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، به من در حقیقت شریعت اسلام از نفلها زیاد شده است، به من یک سخن، یک کاری را تعلیم بده که همیشه به اون چی مداومت بکنم، همیشه بر دوام اون انجام بدیم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند لا یزال لسانک رطبا من ذکر الله، همیشه زبان تا به ذکر الله چی تر نگه بدار. صحابه جلیل انس ابن مالک رضی الله عنه می فرماید لتعملون اعمالا هي ادق في اعینکم من الشعر
كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. انس ابن مالک رضی الله عنه میفرماید که شما عملهایی را انجام میدهید که در نظر شما، در نزد شما از موی سر هم باریکتر است، اما ما در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اینها را، این عمل و کار شما را از جمله هلاک کننده ها می دانستیم. یعنی انسان هر سخنی که میگه، هر کاری که انجام میدهد، هر وقت و ساعت و دقیقهش که میگذراند در نزد الله ذوالجلال روز قیامت جوابگو است. لحظه ها را با ذکر الله باید گذراند، با ذکر و تسبیح و دعا با یاد الله باید بگذرانیم. با دعوت یک برادر و خواهر مسلمان، با ذکرهای صبح و شام که در ما کتاب پناهگاه مسلمان است باید گذرانیم. از معصیت ای دوست حذر باید کرد، از معصیت ای دوست حذر باید کرد، از ترس خدا دو دیده تر باید کرد. اندر کف گرمابه نداری طاقت، اندیشه آتش سقر باید کرد. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میفرمایند لا یزال قدم عبد یوم القیامه حتی یسأل عن اربع. روز قیامت قدمهای بنده از زمین قیامت دور نمی شود تا که از 4 چیز پرسیده نشود. یک روز قیامت 50,000 سال است. از علمش پرسیده میشه که به علمش چی کار کرد. از عمرش پرسیده میشه که عمرش در کجا گذراند، در لحظه های گوارا گذراند یا که در ذکر الله گذراند. از مالش پرسیده میشه که مالش از کجا به دست آورد و در کجا صرفش کرد. از جسدش پرسیده میشه که جسدش در کجا لاغر کرد، خسته کرد، پیر کرد. شاعرم میگد که ای بسا معصیت آلوده زنا فرمانی، ای بسا معصیت آلوده زنا فرمانی، شرم باید ز خدا تا کی از این نادانی. چند گویی که به پیری رسم توبه کنم، چی کنی گر به جوانی به اجل درمانی. همنشینان تو در زیر لحد خاک شدند، همنشینان تو در زیر لحد خاک شدند. چشم عبرت بکشا خواجه اگر انسانی. بسر قبر یک رفتم و گفتم چونی. میگه بالای قبر یک نفر رفتم گفتم چه حال داری. بسر قبر یک رفتم و گفتم چونی. گفت احوال چی پرسی کی بیایی دانی. جامیا واقف دم باش، عزیزان رفتند ترک دنیا بکن آخر که تو هم مهمانی. یک قصه عجیبی هست. میگد یک روز یک شیخ با یک گروه مردم در نزد قبر ایستاده بودند. شیخ از این مردم پرسید که اگر صاحب همین قبر دوباره زنده شده به دنیا برگشته بیاید چی کار میکند؟ مردم در جواب گفتند که اگر زنده شده بیاید نماز میخواند، روزه میگیرد، عملهای صالح انجام میدهد، خیر صدقات میکند، تسبیح و ذکر و استغفار میکند. گفت که آمدن این میت به این دنیا دیگر باره محال است، دشوار است، اما رفتن ما و شما به خانه قبر، به این خانه تنگ و تاریک، به این خانه وحشت و دهشت، به نزد الله مهربان انیق است، یقین است. همین عملهایی که حاضر ذکر کردیم باید ما و شما همین عملها را چی انجام بدیم تا اینکه در نزد الله روز قیامت سربلند باشیم.
وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.